نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن رفض وابتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافيا كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند جل جلاله و منواله فضل و منت و کرم خودش آن را بر قلب و فکر و زبان این بنده ناچیز جاری بفرماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که از میان این همه بلندگوهای شیطانی و ابلیسی و از میان این همه استبلهای تبلیغاتی از اهل شرک و بدعت و ضلالت گرفته تا اهل کفر و نکران و معصیت، به من شما توفیق داده که در یک برنامه توحیدی در برگرد کتابش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش، از عرفانش، از خداشناسیش برای اصلاح قلوب و افکار و اصلاح دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از شما ارجمندان که ما را مشرف مهمان بودن در خانه‌های خودتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه‌های ما و شما را
افکار و رفتار ما و شما را با نور علم و عمل و توحید و قرآن و سنت منور بسازد و از ظلمت و تاریکی و سرگردانی و حیرت بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و اسلام دروغین آخوندیسم و هر آنچه که از حوزه‌های شرکیشان و از ادبیاتشان میبارد ما و شما را از لوثاتشون، از پلیدی‌هایشون پاک نگه دارد و این کار ممکن نیست مگر با فهمیدن قرآن و عمل به آن. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آخرین آیه شریفه از سوره هود علیه ولنبینا الصلاة والسلام، آیه 123 که امروز یا امشب جلسه سوم را روی این آیه شریفه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون تفسیرش را انشاءالله. بسم الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غیب السماوات والارض. غیب آسمان ها و زمین از آن خداوند است، همون غیبی را که قالیان مدعی تشیع به امام ها دادند، همون غیبی را که عیسی پرستان قالی مدعی عیسویت به عیسی دادند، همون غیبی را که عزیر پرستان قالی مدعی یهودیت به حضرت عزیر یا عزرا دادند، و همون غیبی را که همه کجروان و کج اندیشان و بت پرستان و مشرکان به بزرگان و پیران و قلندران و بت‌های خود دادند. قرآن همه اینها را با شمشیر توحید از بین میبرد تا انسان را به خدا وصل کند. همه کور و کرانند در این راه، همه با وهم میگویند الله. هر آنچه که از ولایت تکوینی شنیده اید بدون که شرک مطلقه برای غیر از خداوند. خداوند جل جلاله در آیه دیگه در سوره طه آیه 6 میفرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. از آن اوست آنچه که در آسمان ها و در زمین هست. یعنی چی؟ یعنی ولایت تکوینی که ملعونانی از خمینی تا کلینی تراشیدند در جنگ مطلق با توحید قرآنی و با قرآن است. پس ای شیعه ارجمند از خواب گران بیدار شو، ای صوفی ارجمند از خواب گران غلو و افراط بیدار شو، بیا به سوی قرآن. کلید آسمان ها و زمین، راز آسمان ها و زمین در آیه دیگه میفرماید له مقالید السماوات والارض. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن خداونده، نه از آن شیخ، نه از آن پیر، نه از آن مرشد، نه از آن امام و امامزاده. هر کسی دارد بتی اندر بغل، هر کی برای خودش بت درست کرده. لات و عزا و منا، آن یکی دارد بتی اندر بغل از منات و لات و عزا و هبل. لیکن شیخ ما از
بر همان کافرتر است، چون که او را سومنات امامت، سومنات ولایت اندر سر است. در سوره طه می‌فرماید که له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمینه از آن خداونده. کی گفته من به امام ها دادم یا به پیرها دادم یا پاتل ها دادم؟ و ما بینهما، و آنچه که در میانشونه، و ما تحت الثری، و آنچه که زیر خاکه. اینجا و ما تحت الثری گویا به بشر توجه میده از روزی که قرآن نازل شده به اهمیت آنچه که در زیر خاکه، از گنجینه ها، از رزق روزی. که بر بندگان منت میذاره که مالکش اوست. خب الان من شما در قرن 21 در عصری زندگی میکنیم که آنچه از زیر زمینه بسیاری ازش کشف شده، از معادن، از غیر معادن. وقتی که خداوند میفرماید در این آیه شریفه و الیه یرجع الامر کله، همه چیز به سوی او بازگردانده میشه، این یک توجهی است برای انسان تا اینکه عملکردش چنان باشه با این هدف، با این نقشه، با این برنامه ریزی که در روز قیامت خودش رو نجات بده. اون روزی که حتی خودش بر خودش تسلط نداره. الان من شما بر دست خودمون یه تسلط ظاهری داریم مگه اینکه خدا بخواد. اونجا نه، در قیامت نه دستمون در اختیار ماست، نه پایمون، نه چشممون، نه گوشمون. همچنان که الان مثلا قلب من شما در اختیار من شما نیست، معده من شما در اختیار من شما نیست، گردش خون من شما در اختیار من شما نیست و هکذا. و هر انسانی اونجا تابع مطلق خداونده و هیچ کسی کاری نیست، نه امامی نه هیچ فردی. یعنی در قیامت حتی ائمه و غیر ائمه هیچ مخلوق اختیار خودشو نداره تا چه رسه به دیگران نجات بده، اینو نجات بده، اونو نجات بده. ولذا هر انسانی باید بدونه، هر انسان بخصوص مؤمن، هر آنچه از نعمت‌ها که داره، هر نعمتی که من شما داریم، نعمت سخن گفتن، نعمت دیدن، نعمت دست، نعمت شنیدن، نعمت پا، نعمت فکر کردن، اینها همه از فیض‌های خداوندی است که اینها رو به انسان داده و اینا در واقع از قدرت و فیض خودشه. بی که ثروت میده، بی که عقل میده، بی که حکمت میده، همه اینها گنجینش پیش اونه، قبض و بست دست اونه، نعمت همه دست اونه. و به بعضی بندگانش بیشتر، به بعضی بندگانش کمتر، بنا به حکمت ها. لیکن اصل این فیض ها، اصل این نعمت ها، اصل این گنجینه ها پیش خداونده. ولذا هر وقت که بخواد همه این نعمت ها رو میگیره. با مردن این نعمت ها دوباره به سوی او باز میگرده. چرا؟ برای که امر همش از آن اوست و الیه یرجع الامر کله. خب اینا همه دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که ولایت مطلقه از آن خداونده، همون ولایت مطلقه خدایی که قالیان امام تراش مدعی تشیع به ائمه دادن. بعضی از قالیان مدعی تصوف به شیخ‌ها و پیر و پاتل‌های خود دادن. همه اینها رو از قالیان یهود و نصارا به ارث بردن.
در قرآن کریم شما وقتی راجب غیبی میشنوید که هیچ مقدمه ای نداره، غیب مطلق، بدون کسی که این کتاب رو نازل کرده صاحب غیب مطلقه و به اندازه یک ذره در آسمان ها و زمین ازش پوشیده نیست. این از خدایی خداوند و این صفات رو به انسان ها دادن غلو مطلقه، نه که فقط بی‌ادبی، شرک مطلقه. و لذا رسول اکرم علیه السلام وقتی خداوند بهش دستور میده که دشمنان دین رو هشدار بده، با اطمینان کامل بهشون هشدار میده، برکه میدونه که مرجع همه امور به سوی خداونده. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و کسانی که تربیت کرده بود از شاگردان خودش مطمئن بودن که کسانی از دشمنانشون که در این دنیا اگر بنا به حکمت خداوند مجازات نشن، در آخرت مجازات میشن، برکه اینجا یه شبه اختیاری به انسان ها داده، لیکن اونجا نه. اینجا چیزهایی رو داده به کافران و غیر کافران، برکه همه رو اینجا خواسته و همه این ملکیت ها رو در آخرت ازشون گرفته میشه. اونجا هیچ، همچنان که حتی لباس نداشتیم اومدیم اینچونین هم میرمیم و حشر میشیم. اگرچه در دنیا این اختیار رو بهشون داده، چون میدان امتحانه، این اختیار رو که ایمان بیارند یا نیارند، مؤمن بشند یا ملحد بشند، موحد بشند یا مشرک بشند، خدا پرست بشند یا امام پرست بشند یا قبر پرست بشند، مطیع بشند یا معصیتکار بشند، لیکن این اختیار در آخرت ازشون گرفته میشه. هر ملکیتی، هر ولایتی، هر سرپرستی، هر قیمومیتی به خدا باز میگرده، بلکه صاحب زمین و زمان اونه. و که کذابان و دجالان امام تراش زمین و زمان و صاحبش رو به بچه نزادهی دادند که هرگز از مادر نزاده، بلکه شیعیان رو ببخشین بدوشند، اسلام رو تخریب کنند، به وصیت یزدگرد عمل کنند. مادامی که همه چیز به خدا باز میگرده، ورزا خداوند از من شما میخواد که فقط او را عبادت کنیم، بلکه صاحب امر اونه، چه در گذشته، چه الان، چه در آینده. و چنین سخنی را که صاحب امر امام زمانه کفر مطلقه، جنگ با قرآن، جنگ با دینه، جنگ با توحیده. امام زمانی که هرگز از مادر متولد نشده، کذابان دروغساز اومدند بر مردم امام درست کردند. هیچ حاضر هم نیستند که قرآن حکم قرار بدن، در که میدونند همه دکانهاشون تعطیل میشه. ولذا صاحب امر شایسته که عبادت بشه، بلکه امور همه، چه در گذشته، چه در حال حاضر الان، چه در آینده، به سوی خدا باز میگرده. و اوست که چنین خواسته برای انسان 3 زمان تعیین کرده. یه زمانی قبل از خلقت آدم هیچ انسانی نبوده، یه زمانی بعد از خلقت ابوالبشر آدم علیه و نبینا السلام تا زمان هر انسانی، یه زمانی آینده تا بی نهایت ابد. ولذا هر کدوم از من شما یه زمان گذشته داریم، یه زمان حاضر داریم، یه زمان آینده داریم و همه من شما در گرد و فلک این حوادث میچرخیم، یا در گذشته یا در حال یا در آینده. ولذا خیلی منطقیه که در این زندگی
که به من شما داده شده انسان از نعمت ها استفاده بکنه و عقل انسان که به رشد برسه خیلی منطقیه که از گذشته خودش سوال کنه، از تاریخ نوع بشر سوال کنه. هر انسانی تا چشم دنیا باز کنه، یعنی خود بفهمه دور برشو، وقت بلوغ، قبل از بلوغ، هی سوال میکنه ما از کجا اومدیم، اینجا چیکار میکنیم، کجا میریم. این سوال فطریه. ولذا هر انسانی در چنین حالتی که اینجا آورده شده، یه ماضی داره، یه گذشته داره، یه حال داره، یک آینده داره، مرهون دانش اون کسی است که این معلومات رو بهش بده. که آیا کسی که این معلومات بهش میده راستگوست یا نه؟ بخصوص اگر سخن قبل از تاریخ آدم باشه، قبل از ابوالبشر باشه. ولذا انسان باید به خودش بگه که انسان عاقل، بخصوص مؤمن، که سخن گفتن از این امور بسیار دور قبل از آدم به وسیله غیر از خداوند محاله. ولذا فلاسفه که در این میدان گام گذاشتن، هر کدوم یک چیزی بافتند. دو تا فیلسوف نمیبینی وقتی از غیب حرف میزنه با هم متفق باشه. ولذا وقتی که پیامبر خدا علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام از آغاز خلقت به من شما حرف میزنه، با من شما حرف میزنه، کان الله ولم یکن شیء غیره، خدا بود و چیزی دیگری نبود. معنی این سخن اینه که او اولا از گفته او گفته الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تنها راستگوی و تنها صادقی که از قبل از آدم میتونیم حرفشو قبول کنیم فقط خداونده که رسول از خدا حرف میزنه. اما اگر سوال کنید که یا سوال بشید که چرا هر کدوم از من شما در یک زمان مشخص ایجاد شدیم، چرا در این قرن، چرا در این سال، چرا در این زمان قبلا نبودیم، چرا بعدا نبودیم؟ انسان مؤمن، انسان خداشناس به خودش میگه که مشیت و اراده خداونده که منو در این زمان خلق کرده، حکمت اوست که ترجیح داده من در این موقع باشم، نه قبل نه بعد. و روز قیامت همه میگویند و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، مؤمن و غیر مؤمن. اونجا برای که پرده برداشته خواهد شد. میدونم که بهترین حکمت این بوده که من شما در این حال باشیم، در این زمان باشیم، هر کسی زمان خودش. خب وقتی که چنینه، هر انسان عاقلی باید از خودش سوال کنه خب از ما مطلوب چیه؟ ما چرا اینجاییم؟ مطلوب اینه که اینجا رو آباد کنید، در زندگی حرکت داشته باشید. این حرکت، این فعالیت، این جنب و جوش فاصله بین مرگ و زندگی است. ولذا خداوند در سوره هود آیه 61 میفرمود، خوندیم ازش، گذاشتیم، هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. اوست که شما را از زمین درست کرده، از زمین ایجادتون کرده. چطور من شما درخت میکاریم زمین بلند میشه؟ خود من شما را از خاک ایجاد کرده. و استعمرکم فیها، و شما خواسته که این زمین رو آباد کنید. ولذا خداوند به هر انسانی
عقل داده که فکر کنه، نیرو و قدرت داده تا کار بکنه و این کائنات رو بر من شما مسخر کرده. رزق من شما رو در اینجا گذاشته تا این رزق رو از زمین بیاریم بیرون و باش زندگی کنیم. و این چنینه که تقریبا واضح میشه که هر چیزی نیاز به این داره که انسان حرکت کنه و انسان برای حرکتش، برای کارش، برای کوششش نیاز به نیرو داره، نیاز به قدرت داره. این نیرو رو از بالاتر میگیره و به پایینتر میرسونه. این فیض و این نیرو رو، این قدرت رو انسان از خدا میگیره و بونه که زیر دستشون هم چه بسا برسونه. مؤمن موحد خداشناس میدونه که اون چه که مطلوب ازش خواسته میشه اینه که حداقل 5 بار روزانه در مقابل خداوند نماز بخونه. این نماز به انسان نیروی روحی میده، قدرت میده، انرژی میده و بعد از اون 24 ساعت در اختیارشه. در این 5 بار میاد در مقابل خداوند تجدید ولایت میکنه در مقابل کسی که خلقش کرده. تجدید عهد میکنه، تجدید پیمان میکنه. قراردادی که با شهادتین امضا کرده 5 بار روزانه اینو تکرار میکنه که علی پرستان مشرک، امام پرستان مشرک مثل همه مشرکان جهان این ولایت رو به جای ولایت الله میگن ولایت علی. بابا علی خودش ولایت الله داشت، مگه دین شما مثل دین علی نباید باشه؟ این تجدید ولایت برای کسی است که من شما رو خلق کرده، برای کسی است که همه این کائنات رو خلق کرده، برای کسی است که علی و غیر علی و پیغمبران و فرشتگان و آسمان ها و زمین رو همه خلق کرده و کلید همه، راز همه، سر همه در دست اوست و بس. خب اگر انسان در این 5 وقت در مقابل پروردگارش به خوبی ایستاد، به خوبی ادای وظیفه کرد، به خوبی تجدید صله کرد، به خوبی نماز خوند، آیندهش بر مبنای این خوبی خواهد بود، بر مبنای این احسان خواهد بود که اهل بدعت و ضلالت، اهل امامت و ولایت تراشان با همه این کلمات قرآنی، با تک تک آیات قرآنی، با تک تک اندیشه های قرآنی بازی کردند و مردم را، پیروانشان را، جارچیان خودشان را، چارپایان خودشون را، مقلدان خودشون را با خریت، با سینه زنی، با گلمالی، با نوحه خوانی مشغول کردند تا هم جیبشون را و جیب دیگران را به وسیلشون ببرند و هم عقلشون را ببرند و هم دنیا و هم آخرتشون را به یغما ببرند و فاسد کنند تا اینکه در این دنیا چند روزی خرسواری کنند. شیخ مدرسه گفت به حمارش، البته هر که می شود خر می شوند سوارش. اما خداوند متعال، خالق من شما، برای این کار کوششمون به من شما 2 مثال میده. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان توحیدی نه ایمان شرکی،
اون ایمانی که پیغمبر از مردم خواسته، همون ایمانی که علی با گفتن اون 2 کلمه ایمان شد، نه ایمان 3 کلمه ای که دجالان امام تراش تراشیدند مثل همه تراشکاری هاشون. ای مؤمنان، ای موحدان، ای کسانی که با خداوند قرارداد ایمانی امضا کردید با گفتن شهادتین، اذا نودی للصلاة، وقتی که در روز جمعه برای نماز ندا داده شد، فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی نماز، به سوی ذکر خداوند. و ذروا البیع، داد و ستد ترک کنید. نه همه روز جمعه رو، جزئی از روز جمعه رو، یعنی وقت جمعه، که اینو پیامبر شرح میده که چه وقتیه. خب شما وقتی میری نماز جمعه خطبه میشنوید، از خداوند نیروی معنوی میگیرید و سعی به ذکر خداوند، سعی به نماز و ترک کار و کوشش زندگی مادیت به انسان یک نیروی معنوی میده و این نیروی معنوی اثرش در زندگی مادی انسان ظاهر میشه. دوباره عرض میکنم، امام تراشان کذاب و دجال چون این عبادت قرآنی رو بیش از 1000 سال که تعطیلش کردن. چرا؟ به خاطر غایبی که هرگز حاضر نشده، به خاطر غایبی که خود تراشیدن در اذهان پوسیدهشون. الان هم که ناچاران شروع کردن، اونم آقای طالقانی خدا رحمتش کنه پیشنهاد کرد، اونم عبادی سیاسی نامیدنش، نه عبادی. عبادی سیاسی یعنی چی؟ سیاسی یعنی هر موقع خواستن تعطیلش میکنن، مصطلحاتشون ضد قرآن، اصطلاحاتشون ضد قرآن. ورزا خداوند بعدش میفرمود که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، وقتی که نماز خونده شد منتشر شید در زمین، نیروی ایمانی گرفتید، از خداوند فیض گرفتید. وابتغوا من فضل الله، منتشر شید در زمین، از فضل خدا جستجو کنید. واذکروا الله کثیرا، و خدا را زیاد یاد کنید. لعلکم تفلحون، تا باشه که از رستگاران بشید. ورزا در این آیه که من شما در صددشین میفرماد که فعبده و توکل علیه، او را عبادت کنید و بر او توکل کنید. نگفته علی را عبادت کنید و بر علی توکل کنید، امام رضا را عبادت کنید و امام رضا را به امام رضا توکل کنید، بلکه خود ائمه، خود بزرگان، خود صالحان، خود نیکان همه خدا را عبادت میکردند و بر خدا توکل میکردند. مگه شما دینتون دین اونا نیست؟ ادعا نمیکنید. فعبده و توکل علیه، او را عبادت کن ای محمد علیه السلام و بر او توکل کن. و ما ربک بغافل اما تعملون، و پروردگارتون از اون چه که عمل میکنید همتون غافل نیست، بی خبر نیست. یعنی کسی دیگه خبر نداره. کسی بگوید پیغمبر علیه السلام که تاجدار رسول افضل الخلق الان خبر داره من اینجا چه میگم، این پیغمبر رو نشناخته، خدا رو نشناخته، از اسلام بوی نبرده، اگر چه شب روز نمازم بخونه، بلکه صفات خدا را بشر داده. ورزا خدا فعبده، خدا را این ضمیر باز میگرد به خداوند، او را عبادت کنید و بر او توکل کنید و پروردگارت از آن چه که شما انجام میدید بی خبر نیست، از دلهاتون خبر داره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.